جستجوی آرش کوچولو همیشه سوالهای بزرگی توی سرش داشت. یک روز صبح وقتی مادرش داشت نماز می‌خواند، آرش با خودش فکر کرد این خدا کیست که مادر همیشه دربارهاش حرف میزن. بعد از نماز آرش نزدیک مادرش رفت و گفت: مادر، آخر این خدا کیست که هم در خانه ما هست و هم نیست؟ تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیآید بخوابم؟ چرا هرگز نمیگوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم، خدایت را ندیدم. مادرش با لبخندی آرام آرش را در آغوش گرفت و آهسته گفت: فرزند دلبندم، خدا را در دل خود جو یک چند. خدا در رنگ و بوی گل نهان است. نگاه کن به این گل‌های زیبا در باغچه. هر گلبرگ، هر رنگ، هر بویی که دارد نشان‌هایی از اوست. بهار و باغ و گل از او نشان است. وقتی بهار میآید و همه جا سبز می‌شود، وقتی پرنده‌ها آواز می‌خوانند، اینها همه از قدرت و مهربانی خداست. خدا در پاکی و نیکی است فرزند. وقتی به کسی کمک می‌کنی، وقتی مهربان هستی، وقتی راست می‌گویی، خدا را در وجود خودت و در کارهایت پیدا می‌کنی. بود در روشنایی‌ها خداوند، در نور خورشید که هر روز صبح می‌تابد، در ستاره‌های شب که آسمان را روشن می‌کنند، خدا حضور دارد. آرش به حرف‌های مادرش فکر کرد. حالا وقتی به گل‌ها نگاه می‌کرد، وقتی به پرنده‌ها گوش می‌داد، یا وقتی به کسی کمک می‌کرد، یک حس خوب و گرم توی دلش پیدا می‌کرد. یک روز صبح آرش به مادرش گفت: مادر، حالا می‌فهمم. خدا همینجاست، در قلب من، در مهربانی‌های ما و در زیبایی‌های دنیا. مادر لبخندی زد و گفت: بله پسرم، خدا همیشه با ماست، کافیست با چشم دل نگاه کنیم. و آرش می‌دانست که دیگر هیچ وقت تنها نیست.